ممکنه وقتی در خیارشور رو باز میکنین یه لایه سفید روی اون ببینین. قطعاً چند تا سوال به ذهنتون میرسه. آیا لایه سفید رنگ رو جدا کنم و خیارشور رو مصرف کنم یا کلاً همه خیارشور رو بریزم دور؟ قبل از اینکه تصمیم بگیرین بهتره با دقت لایه روی خیارشور رو بررسی کنین. اگه بعد از باز کردن در ظرف خیارشور لایه تکه تکه که ضخیم و پرزاره و به رنگ‌های سفید، آبی، سبز یا سیاه رو دیدید، این لایه کپکه و میتونه برای سلامتیتون خطرناک باشه و بهتره اونو مصرف نکنیم. در بیشتر مواقع شما رو سطح خیارشوری یه لایه نازک، چروکیده و مات به رنگ سفید یا خاکستری میبینین. اصطلاحاً بهش میگن لایه گچی که روی سطح خیارشور تشکیل میشه و به راحتی در آب حل میشه. این لایه کپک نیست و نوعی مخمره که در مواد غذایی تخمیری به خصوص خیارشور تشکیل میشه و خطری برای سلامتی شما نداره و تا وقتی که خیارشور بو و طعم نامطبوعی نمیده و بافتش نرم نشده میشه سطح خیارشور رو شست و اونو مصرف کرد. به نظرتون واسه موندگاری بیشتر خیارشور باید چی کار کرد؟